دوستان عزیز، این ویدیو کلیپی را که پیشتر دیدین ای توسط 5 پروگرام ای آی که است آماده شده. به اینکه با هم ایره دوباره آمادهش بکنیم. خب استپ یک. خب اینجا استوری بورد ما هست. من تمام استوری را که از پیش نوشته کردیم. این داستان است. پرامپت دوی ما که است گفتیم داستان در 24 ثانیه تبدیل کو. و این هم که است تشریحات عکس است که تشریحات است که به خاطر لیوناردو است که برای ما چه قسم تصویر بسازه. انتخاب میکنیم امی استوری خدا. بعدن که از کپی میگیم میایم در چت جی پی تی که از را پیستش میکنیم. چت جی پی تی را باز میکنیم. بعد از اون میریم داخل چت جی پی تی پیستش میکنیم. کپی پیستش میکنیم و این انتر میگیمش که داخل چت جی پی تی یک کپی از میگیریم بهتر است. انتر میگیمش. میبینین که داخل چت جی پی تی که از یک کپیش این حال پرامپت دوی خود میگیریم. میگیم در 24 ثانیه را برای ما تبدیلش بکن. میبینین امیر در 24 ثانیه که است میگم برای ما تبدیلش کن. این در 24 ثانیه تبدیلش کرد. خب ما پیش از پیش به این نوشته میکنم که میگم وقت کم بگیره. این صحنه‌شون در 24 ثانیه تبدیل شد. این حال میریم و بخش سه پرامپت سهش میگیریم که تشریحات است که این تشریح کردیم که چت جی پی تی برای ما این منظم بکنه و این صحنه رو تشریح بکنه به خاطر لیوناردو که او باز برای ما تصویر منظم بکنه. انتخابش میکنیم. شما میتونید دایرکت در چت جی پی تی نوشته بکنید، گپی نیست. میبینید که هر صحنه را که برای ما چی کرد آماده است. خب این صحنه را که ما یک شارتش میگیریم، اینجا که خودش میگیریم، کلمات خردش میگیریم، جافش نمیگیریم بخاطر چی است. خب میبینید که اون پیش از پیش مجبور کردیم. مکس است که درخون است و دیگه اجدار است و دیگه هم که است اون بچگک است. سه دانه که است کلیپ جور میکنیم. این بود بخش اولش. در بخش اول ما استوری خود آماده کردیم. اینال میم در بخش دومش میم. در بخش دوم که است ما از برنامه لیوناردو استفاده میکنیم که برنامه ای آی است که اینجا ما میتونیم امو داستانه که است به تصویر بکشانه میشه. خب اینجا انتخابش میکنیم. اینا خوشی است. این خود لیوناردو را شما قبلا میفهمیدین. همین داستانه خود کلش کپی میگیم. میم دی لیوناردو پیستش میکنیم و جنریت میگیم میشه. همین داستانا را که است به می شکل کپی پیست میکنیم میشه. و در بالا که است امو یک داستان کوتاهی که ما کپی کرده بودیم در اول او را میگیریم در عنوان از اونا که است چی میکنیم پیستش میکنیم. در مکسش این را جنریت میگیم. اما قصه‌هایی که برای ما جور کرده 24 ثانیه را که است کلش کپی پیست میگیم در داخل لیوناردو و این برای ما که است چی میکنه او را تصویر میسازه. بعد از او که است اینا را همیشه که است ما چی میکنیم کپی میکنیم میشه، دانلود میکنیم میشه تصاویرها را. ببینید تصاویرها کلش آماده است و این که است ما کپی میکنیمش در یک درایو خود به خاطر از اینکه ما بازی را بتونیم که در دیگه پروگرام ایره انیمیشن بته میشه، یعنی ایره حرکت بته میشه. میبینین کل تصاویرها که است آماده است. در استپ سوم که است ما اینجا میم در کلینگ ای آی در اینجا که است ای آی ویدیو را انتخاب میکنیم که چه تصاویرهای ما را که است به ویدیو باید تبدیل بکنن. ای آی ویدیو را انتخاب میکنیم و در اینجا مشت ویدیو را میگیریم و اینجا همه تصاویرهایی که ما ثبت کرده بودیم دانه دانه داخل از این میکنیم و جنریت میگیم. 20 کردیت مصرف میشه که ایره برای ما در ویدیو تبدیل بکنه. خلاصه که همه تصاویرها رو به می شکل به ویدیو شما اپلودش میکنین داخل پروگرام. چی میکنین در ویدیو تبدیلش میکنین و پس ایره دانلودش میکنین در کامپیوترتون که باز ما بتونیم توسط پروگرام کپکت که است ایره پروگرام بعدی ماست که ما ایره میکسینگ بکنیم. میبینین همش آماده شد. بخش چهارمش که است امی ویدیو تصاویرهایی که ما به ویدیو تبدیل کردیم کلش دانلود کردیم ایره توسط برنامه که کپکت که است ایره چی میکنیم اینال میکسینگ میکنیم. خب میبینین کل از ایره در داخل کپکت که است ما ایره آورده میشه و بعد از او که است همون صحنه را که است همون تو میچینین و افکت ها و دیگر کپکت خود شما به حساب بلد هستین که چه قسم به حساب از استفاده بکنین. دوستایی که نمیفهمن میتونن که درس شده چینل ما تعقیب بکنن و اگر تا بال ویدیوش انداخته باشیم
باز بعدن که از ما ویدیوی مشخص از کپکت که اسم مندازیم. به این شکل شما دیزاین میدین و بعد از اون کسی یک پروگرامه که دیگه است به نام 11 لب میگنشه. 11 لب کسی چی میکنه؟ صدا برای ما که از جور میکنه و از اینجا شما میتونین که دستوریتان در ویدیویتان یک صدا جنریت بکنین. صدا هستن و از اینجا و درس ازی هم که در یوتیوب ما هست، در چینل ما هست. اگر تا بالا ننداختیم خب داینده مایره من داده میشه، شما میتونین که چی کنین؟ از استفاده بکنین. این صدای مختلف است، انتخابش میکنین هر صدایی که خواسته باشین، هر صدایی که در ویدیوتان. و اینجا تکست که هست شما اما دایلوگ از اونها را که هست پیستش میکنین و جنریت میگنیشه و به این شکل صدا را که از براتون آماده میکن. این بود امی برنامه انیمیشن ما. دوستایی که میخواین که ما برش از هر پروگرامی که مورد علاقه شان است و میخواین که از ما برش ویدیو بسازین در کامنت بر ما نوشته بکنن و ما برشون که از چی میکنیم ویدیو جور میکنیم مشخص از اون پروگرام، صحنه فیلم، اعلانات، هر چیزی که لازم باشه ما برشون آماده میسازیم. ما در خدمت هستیم. Under a blazing sunset, Max led Leo to an open field. With a leap and a powerful beat of his wings, their adventures led them to a glowing cave, its entrance humming with energy. تبریک دوستان عزیز که ما انیمیشن آماده ساخته میشه، مکمل شد. از پروگرام های مختلف استفاده کردیم و میبینیم که به چه شکل ما یک کارتون رو جور کردیم. دوستان عزیز، خلاقت شما که از مرز نمیشناسه. انیمیشن هایتان میتونه که دنیا را تکان بده و دنیا را روشن بسازه. دیگه بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.